سلام و درود خدمت یکایک عزیزان دل. خب یه تحلیل روی بیت کوین تو تایم فریم 1 ساعته. خب اگر بالای همین کندل توی 1 ساعته کندل بسته بشه، خب بالای همین کندل ببندیم، تا کجا میتونیم صعود کنیم؟ تا کجا میریم؟ تا 91,923 دلار. اوکی. اگر بالای اون ناحیه که بهتون نشون دادم و با هم دیدیم بالاش کندل ببندیم، صعودمون تا 91,923 دلار رو خواهیم دید. این از صعودیمون. ولی اگر ریجکت بخوریم زیر این ناحیه، دقیقاً زیر این ناحیه 88,283 دلار تو تایم فریم 1 ساعته کندل نزولی بسته بشه، ریجکت میخوریم تا به کدوم ناحیه؟ 85,890 دلار. این رو مد نظر داشته باشید که برای لانگ یا برای پوزیشن شورت باش همراه بشید.